قانون 14. از مسائل ساده زندگی لذت ببرید. سدریک بلتسو میگه سادگی جوهر خوشبختی است. میدونستی لذت بردن از مسائل ساده زندگی یکی از رازهای بزرگ خوشبختیه؟ اصلا تا حالا شده از مسائل و اتفاقات ساده زندگی لذت ببری؟ یا مدام از مسائل مختلف گله میکنی؟ همیشه مسائل مختلفی تو زندگیمونه که با خواسته هامون هماهنگی نداره. آیا در چنین مواقعی میتونیم نگرش متفاوتی داشته باشیم و آنچه هست و بپذیریم؟ شادی حتما نباید از وقایع خیلی خاص و پیچیده زندگی ما به وجود بیاد. ما میتونیم این عادت رو در خودمون ایجاد کنیم که از زیبایی مسائل جزئی زندگی هم لذت ببریم. مسائل ساده‌ای تو زندگیمون هست که سعادت واقعیه و احساس تراوت و نشاط به ما میده. این مسائل میتونن مثل نوشیدن یه چای گرم در حین تماشای تلویزیون باشه، یا قدم زدن کنار دریا، یا حتی تماشای غروب آفتاب. شاید الان بگی هیچی به ذهنم نمیرسه. اگر یکم فکر کنی تو هم کلی از این مسائل ساده تو زندگیت هست که بتونی ازش لذت ببری. پس زود دست به کار شو و از مسائل ساده زندگیت لذت ببر و شاد زندگی کن. قانون 15. شرایط موجود در زندگیتان را بپذیرید. ورنر ارهارت میگه شادی تابعی است از پذیرش آنچه که هست. آخ که چه قانونی! پذیرش داشتن. به نظرم که جای این قانون تو زندگی اکثر ماها خالیه. آخه ما عادت کردیم همیشه مبارز صحنه‌های زندگی باشیم. هر وقت مشکلی پیش میاد شروع به غر زدن میکنیم و تا روزها از شرایطی که به وجود اومده شکایت میکنیم. جالبه که با این روش چیزی هم عوض نمیشه. برآشفتگی و رنجش مشکلی رو حل نمیکنه. راهکار جایگزین اینه که به جای جنگیدن با مسائل اول نسبت به آنچه پیش اومده پذیرش داشته باشیم و بعد برای تغییر اوضاع اقدام کنیم. چون عدم پذیرش نتیجه‌ای جز تنش، پریشانی، محدود کردن خودمون و از دست دادن نظم و ترتیب نداره. اما وقتی شرایط رو میپذیریم و به استقبالش میریم، احساسات مخرب از بین میرن و افکارمون وضوح بیشتری پیدا میکنه و باعث میشه آزادی بیشتری توی زندگی تجربه کنیم. باربارا دیانجلیس معتقده اگر قادر به تغییر مسئله‌ای هستید، با پذیرشش ذهنی آماده تر و توانی بیشتر برای تغییر خواهید داشت. و اگر هم قادر به تغییر مسئله‌ای نیستید، اول اونو بپذیرید و سپس به سمت کار دیگه‌ای برید، چون کاری از دستتون بر نمیاد. پس اعتنایی نکنید و فقط به این مسائل بخندید. به این میگن درست زندگی کردن. پس شرایط موجود در زندگی تو بپذیر و شاد زندگی کن دوست من. قانون 16. ورزش کنید و تغذیه خوب داشته باشید. J.R.R. تالکین میگه چنانچه مردم به جای ثروت اندوختن غذاهای خوب بخورند و به موسیقی‌های سالم گوش فرا دهند، قطعاً جهان شادتری خواهیم داشت. تو در هفته چند ساعت به ورزش اختصاص میدی؟ اصلاً به غذایی که میخوری اهمیت میدی؟ تحقیقات نشون داده ورزش و تغذیه خوب تأثیر زیادی روی شادی افراد دارن. ورزش باعث میشه میزان سروتونین، دوپامین و اندروفین در بدن افزایش پیدا کنه و همین باعث ایجاد حس شادی و نشاط میشه. علاوه بر این، میزان اکسیژن بیشتری به مغز میرسه و باعث افزایش تمرکز و تقویت حافظه کوتاه مدت میشه. حتما نیاز به گفتن نداره که با رو فرم اومدن بدنت اعتماد به نفست هم زیاد میشه. مواد غذایی سالم هم شادیتو چند برابر میکنه. اصلا میدونستی آجیل ها و امگا 3 تأثیر مستقیمی روی شادی داره؟ تو به راحتی با تغییر نحوه غذا خوردنت زندگی شادتری رو میتونی تجربه کنی. آماده‌ای برای زندگی شادتر؟ اگه آماده‌ای برای تغذیه خوب و انجام فعالیت ورزشی، از همین الان برنامه‌ریزی کن.